خدمت پدر و مادر افضل است یا برای تعلیم قرآن گرفتن به دیگر کشور رفتن؟ برادر عزیز، خدمت پدر و مادر فرض است و تعلیم گرفتن علم به یک قدر معین به همه فرض است. یعنی هر یک بنده مومن باید احکام شریعت را آموزد. مثلا عقیده مستحکم درباره جنت، درباره دوزخ، درباره الله تعالی، درباره قیامت، درباره پیغمبر، درباره کتاب، درباره قرآن یا معلومات مختصری عقیدوی داشته باشه. ما یک کتاب داریم با نام اصول اعتقاد، شاید در 30 دقیقه خوانده شوید. میتوانید برای فرزنداتون تعلیم دهید. در همین گروه تلگرامی ما زیر همین نوارها تلگرام هست، در همین کانال ها، در همون تلگرام کتاب اصول اعتقاد به شکل الکترونیش هست. گیرید برای فرزنداتون خوانید. یعنی این یک نوع عقیده مختصر، همین قدر اعتقاد داشتن یا احکام نماز رو دانستن، احکام طهارت رو دانستن، احکام اگر زکات دهنده باشید احکام زکات رو دانستن، خرید و فروش میکنید کدام نوع خرید و فروش ها برای شما حرام است کدامش حلال است، اینو فرض است برای تمام مسلمان ها. شرط نه برای این فقط برای طالب علم ها یا برای ملا ها، نه، این برای همه فرض است. لیکن مثلا علم زیادتی گرفتن، معنای قرآن را پر دانستن، علم تفسیر، علم حدیث، علم عقیده، علم تاریخ، مثلا علم مصطلح الحدیث، علم اصول فقه، اصول تفسیر، علم میراث، مثلا این علم ها فرض کفایه است. یعنی در یک شهر یک نفر دو نفر اگر علم داشته باشد از دیگرها ساقط میشد. لیکن بینید که برای شما امکانیتی طلب علم کردن دارید، ملکه علم آموختن، حفظ خوب، فهم خوب دارید، شرایط طلب علم کردن دارید، در این حالت پدر و مادر را راضی کنید، دعای آنها را گیرید، یعنی آنها را راضی کرده حرکت کنید به طلب علم سفر کنید. یعنی در این حالت هم پدر و مادر راضی میشن هم علم میگیره. لیکن به اجازتی پدر و مادر و آنها را در غضب گذاشته به طلب علم رفتن هم کاری خوب نیست، مگر در حالتی که اگر طلب علم برای شما فرض باشد، فرض عین شده باشه. مثلا در همین کشور یگان انسان طلب علم نمی کند، یگان انسان علم ندارد، همه بی سواد هستند، در این حالت برای شما فرض عین میشه. در این حالت هم باید پدر و مادر احترامشون رو به جا بیارید، آنها رو خوشرو راضی کرده به طلب علم سفر کنید. خب اینجا سوال رو من روی اکران برآوردم. میپرسند که استاد اگر پدر و مادر راضی نباشند که من به دیگر کشور برای تعلیم قرآن گرفتن روم چیکار کنم؟ سوال دادند. این سوال داده بودند صحبتی گذشته، جواب دادیم. مقصد راضیگی پدر و مادر اصلا فرض است. خدمت پدر و مادر این همسایه توحید در قرآن است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله تو را امر کرد که یگانه الله را پرستش کنی، همراهی الله تعالی چیزی را عبادت نکن، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کن. توحید و نیکی کردن به پدر و مادر اینا همسایه قرآن، همسایه در قرآن است. این دلالت به بزرگ بودن حق پدر و مادر میکنه. بنابراین بعضی استادان ما میگفتن که بعضی طالب علم به مدینه منوره می آمد، از همینجا گمراه شده میرفت. سبحان الله، به جای اینکه راه راست یابد از مدینه گمراه شده میرفت. بنابراین عیب مدینه نیست، عیب علم نیست که باید 4 سال دانشگاه خوانده است یا 7 سال در نزد علما علم آموخته است و گمراه شده رفته است. علم این مانند باران است، چخیلی که الله تعالی در قرآن علم را به باران تشبیه کرده است. باران به همه جا میبارد، لیکن از یک زمینی که زمینی طبیعتش بد است خار و شوره بوم میسبزد، از یک زمینی خوب گل و گلزار میسبزد. فهمیدید؟ عیب علم نیست، عیب طبیعتی همون آدم است. او شیخ الاسلام در مقدمه منهاج السنه یک گپی بسیار عجیب در حق رافضی ها گفتن که اگر رافضی ها الله تعالی یا آنها را اگر حیوان می آفرید خر می آفرید، گفتن اکرمکم الله، اگر پرنده می آفرید لاشخور می آفرید. یعنی آنها یا لاشخور می شدن اگر پرنده می شدن، اگر انسان می شدن الاغ می شدن، گفتن یا چارپا. خلاصه بعضی انسان ها سبحان الله پیش از آن که مسلمان شود، یعنی دیندار شود،
پیش از آن که طالب علم شد یک آدمی عاقی پدر، یک آدمی بی اخلاق بود. وقتی که علم هم که آموخت یا صاحب علم شد، یک آدمی باز در راه علم هم آدمی بد شد. بنابراین بعضی طالب علم میگفت که اگر فلانی به فلان کشور رفته خوانده آمده عقیده باطل تعلیم گرفته آمد، اگر رفت به مدینه بیاید فلان عقیده باطل گرام میرفت میگفتند. مقصد بعضی انسان ها بعد علم را گرفتن به جای اینکه راه راست یابن و هدایت یابن گمراه میشن. یک بچه وقتی که دانشگاه مدینه منوره رو به خاتمه میرساند میگن ریشاش تراشیده است با لیزوه، پاکیزه ریشای تراشیده است، در داخل یک کنورت کرده است. سبحان الله. اون پیشتر در زمانه های ما یگان طالب علم ریشش قیچی نمیزد، ریش دانشجوی ها معلوم بود. ریش هایی که مثلا همه جوان است حالی ریشش پره برآمدگی نه، انا اینجاهاش برآمدگی، انا اینجاهاش برآمدگی، ریش طالب علم معلوم بود. حتی در شهر مکه یا در دیگر شهرهای هم اگر یگان طالب علم را واخوریم تو طالب علمی دانشگاه مدینه منوره هستی، گوییم بله میگو، برای اینکه سیمای طالب علمی دیده میشد. در آخری دانشگاه سبحان الله بعد اینکه دانشگاه رو به ختم رسانیده است، ریشهاش تراشیده است، در داخلی کنورت کرده است و به مدیر جامعه نوشته است که هذه بضاعتکم ردت الیکم، نعوذ بالله، این مال شما هست برای خودتان برگردانیده شد. گفته برآمده رفته است. اینا بعضی علما میگن که شاید همینها پدر و مادرش رنجانده آمدگی هست، بله، برای همین گمراه شدن. میگن